من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد از وفات پدر هم حضرت یوسف علیه السلام تا مدتها حیات داشت تا اینکه در سن 110 سالگی یوسف علیه السلام از خدای عزوجل مناجاتی جا در قرآن هست بسیار جالب است. مناجات یک پیغمبر است که برای ما بهترین الگو نمونه هست. یوسف علیه السلام در پایان عمر خودش هم این مناجات را و این دعا را از الله خواست. رب قد آتیتنی من الملک، بار الها تو به من دادی ملک دادی پادشاهی دادی یعنی نعمت ظاهری. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، به من آموزش دادی به من یاد دادی تأویل احادیث را که قبلا عرض کردیم یا همون علم نبوت است یا تعبیر خواب است. منظور اینه که ای خدایا هم نعمت ظاهری به من دادی هم نعمت باطنی هم دادی معنوی دادی. من الملک نعمت ظاهری هست و علمتنی من تأویل الاحادیث دین است ایمان است نبوت است این نعمت معنوی هست. لذا یه چیز دیگه از تو میخواهم. فاطر السماوات والارض، اینجا یا مقدر است. ای فاطر آسمان ها و زمین، ای خالق آسمان ها و زمین. فاطر اون خالقی را میگویند که یک چیز را بدون الگو درست کند بدون نمونه قبلی درست کند. ای خالق آسمان ها و زمین انت ولی فی الدنیا والآخرة، تو هستی حامی من ولی و دوست من در دنیا و آخرت. من از تو میخواهم توفنی مسلما، اصل دعا این است توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، مرا مسلمان بمیران مرا مسلمان فوت ده و الحقنی بالصالحین، مرا با صالحان ملحق کن با جماعت صالحان همراه کن. هر کسی میخواد که با جماعت صالحان همراه بشه. من هر سال اینجا تأکید میکنم، تأکید مرشدم و شیخم حضرت استاد جاجروی رحمه الله که ایشون به ما توصیه میکرد شما همیشه این دعا را بخوانید، نه فقط در مواقع دعا، همیشه سر زبانتون باشد و این دعا را اگر بخوانید انشاءالله خاتمتون بخیر میشه. ایشون میفرمود مرشد من حضرت مولانا حمادالله حالیجوی رحمه الله به من توصیه کرده و خود استاد گواهی داد، گفت من در آخرین لحظات بر بالین مرشدم بودم، آخرین جمله‌ای که خواند همین آیه بود فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. و اونطور که اهل خانواده و اهل بیت حضرت استاد جاجروی رحمه الله
تعریف کردند استاد ما هم با همین آیه از این دنیا رفت. الحمدلله. حضرت استاد رحمه الله بعد از این که نماز مغرب را امامت کرده بود ناراحتی قلبی پیدا کرده بود و قلبش درد گرفته بود. طلاب بردن تا دم خونه، بعد از دم خونه داخل اهل بیت بردند، خانواده بردند و خانواده فرزندشون آمد از قول پدر از قول مادرش میگفت. بنده خودم پرسیدم، خانواده گواهی داده که روی تخت نشست، حالش بد بود، 3 بار سر به سجده گذاشت روی تخت و همین آیه را خواند فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره. بعد از اون از حال رفت و بیهوش شد، جان داد، بردنش بیمارستان، نرسیده بود، قبل از اون فوت کرده بود. لذا هر کسی که این آیه را به کثرت ورد کند انشاءالله امید هست که در وقت مرگ و لحظات مرگ به یاد این آیه بیفتد. لذا یوسف علیه السلام این دعا را کرد، دعایی که دعای پیغمبر باشد، نقل کننده الله عزوجل باشد در کتاب مبین. میدونید که از اون دعا هیچ دعایی بهتر و بالاتر نمیتوند باشد. خب تا اینجا داستان یوسف علیه السلام تمام میشه و بعدا چند مطلب در پایان سوره ما میخوانیم. اما اینجا من یک مطلب کوتاه میخوام عرض کنم، سوالی که همیشه میکنند و معمولا حضرت استاد رحمه الله این بحث را همین جا هم مطرح میکرد. اون اینه که ما در قرآن خواندیم که زلیخا عاشق یوسف شد. آیا بالاخره بین یوسف و زلیخا نکاحی منعقد شد، نکاحی بسته شد یا نه؟ چون معروف است که میگویند یوسف علیه السلام همون پیراهن را و همون چادر را بر زلیخا انداخت. زلیخا هم نابیناییش بینا شد، پیریش جوان شد، دوباره زیبا شد، با یوسف ازدواج کرد. این وقت عزیز مصر مرده بود، با یوسف ازدواج کرد و 2 فرزند خدا بهشون داد. و میگویند که این در روایات اسرائیلی هست، در کتاب تورات هست. لذا بسیاری از علمای ما گرفتند، بسیاری از مفسران ما، مفسران معروف و مفسران مورد اعتماد هم اینو نوشتند. اما ما اعتقاد داریم که این مسئله صحیح نیست، این درست نیست و این را رد میکنیم به چند دلیل. اول ما میپردازیم به اصل این جریان که یوسف علیه السلام با کسی ازدواج کرد که نام پدر او شبیه نام شوهر زلیخا بود. اون در تورات نوشته، بعضی ها اشتباه نقل کردند. در تورات هست که یوسف علیه السلام با دختر کاهن شهر اون به نام فوتیفرع، فوتیفرع با فوتیفار فرق دارد. فوتیفرع این آخرش عین هست و اون آخرش الف و را هست. فوتیفرع که نام اون دختر آسنات بود، ازدواج کرد، 2 فرزند الله بهش داد، یکی اسمش بود منسا و یکی افرایم. خداوند این 2 فرزند را به یوسف علیه السلام داد و بعضی از محققین ما نوشتند اونهایی که از تورات نقل کردند و گفتن با زلیخا ازدواج کرده، احتمالا اینجا با این اشتباه مواجه شدند که اولا فوتیفرع را با فوتیفار که اون کاهن مصر است و اون عزیز مصر اشتباه گرفتن. دوما این دختر فوتیفرع بود و زلیخا زن فوتیفار بود. لذا اینها اشتباهشون از اینجا بوده، از این تشابه اسمی بوده. و دلیل دیگر بر اینکه یوسف علیه السلام با زلیخا نکاح کرده باشد هیچ حدیث صحیح در این باره وجود ندارد. و اینکه ما رد میکنیم به چه دلیل هست؟ قبول نداریم، خب شاید بوده شاید نبوده، نه، به این دلیل هست که
ما معتقدیم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این جمله را می فرماید که هیچ وقت زنان پیامبران بدکار نبودند، فاسده نبودند. زنان پیامبران کافر بودند، مشرک منافق بودند. این کفر و شرک عیبی هست که به خود زن برمیگردد. اما العیاذ بالله زنا و فساد اخلاقی، این عیب به خود زن بر نمیگردد تنها. این عیب متوجه شوهر میشه، متوجه پدر میشه، متوجه برادر میشه، کل خاندان معیوب میشه، کل خاندان سرفکنده میشه. لذا خدای عزوجل برای پیامبرانش چنین زنانی را انتخاب نمی کند. میگوید ما زنت امرأت نبی قط، زن هیچ پیامبری هیچگاه زنا نکرد. عبدالله ابن عباس میگوید. پس بر اساس این قاعده و همچنین قوانینی که ما در قرآن داریم، در قرآن شما انشاءالله در سوره نور میخوانید که الخبیثات للخبیثین، زنان ناپاک برای مردان ناپاک، و الطیبات للطیبین، زنان طیبه و پاک برای مردان پاک. لذا ما معتقدیم برای یوسف پاک و پاک تینت و پاک سیرت هرگز خدای عزوجل این زن را انتخاب نمی کند. ممکنه این توبه کرده ولی دامنش لکه‌دار است، یه روز به طرف زنا دعوت کرد. بنابراین ما این را شایسته نمیدانیم که ما اعتقاد داشته باشیم یوسف پیامبر با زلیخایی که دعوت به اون کار داد ازدواج کرده باشه، چون این عیب و این لکه به شوهر برمیگردد. بنده انشاءالله در سوره نور اگر حیاتی باشد اونجا خواهیم گفت که منافقین وقتی که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را تهمت زدند، اونها با عایشه دشمنی نداشتند، با عایشه غرضی نداشتند. عایشه دخترکی بود، 14 یا 15 سال بیش عمر نداشت. با عایشه چه دو عداوتی داشتند؟ اونها عداوتشون با رسول الله بود، میخواستند به رسول الله ضربه بزنند. پس زن انسان العیاذ بالله اگر کاری باشد این ضربه به خود انسان میاد. اگر کافر باشد کفرش به خود زن برمیگردد، شرکش به خود زن برمیگردد. اما زنا نه، به شوهری که زنش فاسده باشد، مگر در اصطلاح هم عربی هم فارسی نمیگویند دیوس، و این بدترین فحش است. و پس این برای کسی هست که زنش این کاره باشد. الله عزوجل انبیاء خودش را از این بر اساس این آیات، این احادیث و این آیه الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک که بازم در اول سوره نور میخوانیم، بر اساس این خدای عزوجل برای یوسف پاک چنین زنی را انتخاب نمی کند، بلکه همین عرض کنم زنی بود که به نام آسنات، زن یک راهبه بود و زن کاهن بود، حضرت یوسف علیه السلام انتخاب کرد. عرض کنم خدمت شما حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک صحابی مخلصی به نام مرصد غنوی که این به صورت مخفیانه رفت به مکه مکرمه و فرزندان دربند مسلمانان را نجات میداد. بسیار صحابی مخلصی بود، اما این دل داده یک زنی بود به نام عناق، زن زانیه بود. وقتی که میخواست باش ازدواج کنه، اون زن آماده شد با این ازدواج بکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بهش اجازه نداد و خواند الزانی لا ینکح الا زانیه. وقتی که پیغمبر به صحابی خودش اجازه نداد،
چگونه یک پیغمبر با یک زن که چنین قصدی داشته و چنین اراده‌ای داشته میتونه ازدواج بکند. بعد از داستانی حضرت یوسف علیه السلام الله عزوجل خطاب میکند حبیب خودش را، نبی خودش را که ای نبی من، این داستان را، این جزئیات را، این مسائل را از کجا میدانی؟ این دلیل است که با عالم ملکوت و با عالم بالا در ارتباطی. این دلیل است که بر تو وحی می آید، لذا این دلیل حقانیت و صداقت تو هست. الله می فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست که ما وحی می کنیم به سوی تو. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، نبودی ای پیامبر شما نزد آنان، نزد برادران یوسف، اذ اجمعوا امرهم، زمانی که آنها با هم مشوره کردند درباره امرشان، و هم یمکرون، آنها توطئه کردند بر علیه یوسف. وقتی که جمع کردند امرشون را، یعنی مشورهشان را و درباره یوسف توطئه کردند، تو اونجا نبودی. ولی امروز بعد از این همه هزار سال از کجا داری خبر میدی؟ از کجا داری میگی؟ خب یک پیغمبری که نه یک کتابی خوانده، نه یک خط نوشته، بغیر از وحی چیزی دیگه نمیتونه باشه. پس ذالک من انباء الغیب، این از اخبار غیب هست که از طریق وحی به تو می آید ای حبیب من. ثابت شد که تو پیغمبر بر حق خدا هستی. لذا یهود، مشرکین، اینهایی که تو را امتحان کردند، این سوال را از تو پرسیدند، باید ایمان بیاورند. به این نتیجه اونها رسیدند که واقعا درسته. اما و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، نیستند اکثر مردم ولو اینکه شما حریص باشید بر ایمانشان، به مؤمنین مؤمن نیستند، ایمان نمی آورند. با وجود اینکه شما همه جوابهاشون را دادید، همه بهانه هاشون را گرفتید. و ما تسألهم علیه من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، شما از آنها هیچ اجری هم نمی خواهید بر این قرآن، بر بیانات این قرآن، بر پند و موعظه های این قرآن. بعض هم اونها ایمان نمی آورند. ان هو الا ذکر للعالمین، نیست این قرآن مگر پندی هست برای جهانیان. باید ما از این قرآن پند بگیریم. بعد از این مطلب که هم داستان یوسف تمام شد، حد رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم اثبات شد که واقعا پیامبر به حق خدای عزوجل هست، حال در پایان سوره الله عزوجل موضوع اصلی را که اون موضوع توحید است، موضوع یکتاپرستی هست، اون را مطرح می کند. چون هدف یوسف هم توحید بود و مقصد رسول الله هم توحید هست. الله می فرماید و کأی من آیت، چقدر از نشانات هست، نشاناتی که در آسمان ها و زمین هستند، چقدر از نشانات هست فی السماوات والارض، نشانات توحید در آسمان ها و زمین، که این نشانات را انسان می بیند، می داند فقط خدای واحد هست معبود و بس. اما این نشانات یمرون علیها، انسان ها بر اون نشانات مرور می کنند، عبور می کنند، می گذرند، رد می شوند، و هم عنها معرضون، از آن نشانات اعراض می کنند، توجه نمی کنند، به توحید خدا فکر نمی کنند. این آسمان را نمی بینند که این آسمان را آخی که پیدا کرده، به چه مقصد؟ این زمین، منافعی که در زمین است، منافعی که در آسمان، در دریاها هست. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان به خدا دارند، اما چه ایمانی؟ ایمانی توأم با شرک، ایمانی همراه با شریک گرفتن. لذا الله می فرماید، اقرار میکنه، حیث یقرون انه الخالق الرازق، جلالین گفته، با وجودی که اقرار میکنه خالق الله است، رازق الله است،
ولی باز هم و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثرشان به الله ایمان نمی آورند الا و هم مشرکون، مگر آنان مشرکند، یعنی ایمانی که همراه با شرک است، ایمانی که هم خدا را می دانند و هم غیر خدا را معبود می دانند، هم از خدا استمداد می کنند و هم از غیر خدا استمداد می کنند، پس شرک می کنند. الله همه ما را از شرک نجات بده. شرک بدترین پدیده است. اینقدر که در قرآن الله عزوجل بر علیه شرک سخن میگوید، بر علیه هیچ چیزی. و شرک گاهی انسان متوجه نیست چگونه شرک میکند. لذا باید درباره توحید و شرک همه ما علم داشته باشیم. این انداز علم فرض است که همه عبادتهای ما را، چه عبادتهای جانی هست، چه عبادتهای زبانی هست، چه عبادتهای مالی هست، نظر و نیاز، ما برای خوشنودی و تقرب الله داشته باشیم، نه برای غیر الله. برای غیر خدا هیچ چیز را قربان نکنیم، هیچ چیز را صدقه نکنیم. ایصال ثواب جای خودش را دارد. برای تقرب الله و ثوابش را انسان به پدر ببخشه، به استاد ببخشه، به پیر ببخشه، درسته. اما برای خوشنودی و رضای غیر خدا نه گوسفند بکشیم، نه یک لیوان آب و شربت تقسیم بکنیم، نه ذکر و ورد اونها را به زبان بیاوریم که از اونها استمداد بکنیم، و نه در حضور اونها یا در حضور نمادها و یادگارهای اونها یا در حضور عرض کنم قبر اونها تعظیمی کرنشی که نشانگر عبادت باشد داشته باشیم. اینا شرک میشه یا اینا حرام میشه اگر انسان نیت عبادت داشته نباشد. لذا الله می فرماید افامنوا، آیا انسان ها ایمن هستند؟ شرک میکنه عذاب من نمیاد؟ نباید ایمن باشند، باید بترسند. افامنوا ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله، آیا آنها ایمن هستند از اینکه بیاید غاشیة یعنی آفتی از عذاب خدا، او تأتیهم الساعة بغته، یا آیا این آنها ایمن هستند، بیغم هستند از اینکه قیامت ناگهان بیاید و هم لا یشعرون، آنها هیچ متوجه نباشند که قیامت چطور آمد. آیا ایمن هستند؟ نباید ایمن باشند، نباید بیغم باشند. همیشه باید انسان بترسد، همیشه از عذاب خدا بترسد، استغفار بخواند، به سوی الله رجوع بکند. این آیه به ما این پیام را میده که ما همیشه در هر آن، در هر لحظه در حالت ترس و لرز باشیم که مبادا خشم خدا، قهر خدا بر ما اهل زمین که شب و روز گناه میکنیم، شب و روز معصیت میکنیم و غفلت داریم، مبادا بیاید. همونطور که خیلی بر آمده اطراف ما شنیدیم، دیدیم، در اخبار به ما خبر رسیده. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، بعد از اینکه خداوند بحث شرک را آورد و الله تعالی گفت اکثر انسان ها ایمانی دارند که ایمانشون با شرک است، و بعدا تخویف فرمود که نباید از عذاب من غافل باشند، اکنون به حبیبش میگه، به رسولش میگه قوم را دعوت بده به سوی توحید. قل هذه سبیلی، ترغیب و بیان توحید. بگو ای پیامبر این است راه من، این است راه من، یعنی راه من پیامبر توحید است، یکتا پرستی هست، خدا پرستی هست، نفی شرک است. ادعو الی الله، فرامی خانم بسوی الله، ای الی توحید الله والایمان به، من شما را دعوت میدهم بسوی توحید، بسوی یکتا پرستی و بسوی اینکه به الله ایمان بیاورید. علی بصیرت، بر بصیره. بر بصیره یعنی چه؟ بصیره را تفسیرهای مختلف کردن. بعضی گفتن علی بیان و حجت واضحه غیر عمیاء، یعنی من با بیان واضح و حجت روشن که هیچ خفا و پوشیدگی نیست من شما را دعوت میدم. یعنی در دعوت توحید همه چیز شفافه،
و هیچ خفای وجود ندارد. انا و من اتبعنی، این دعوتگر هم من هستم هم پیروان من هستند. و سبحان الله، ای اقول سبحان الله، بعد از دعوت میگویم الله پاک است از هر شریک، الله پاک است از هر همسر، همتا، فرزند، دختر. و ما انا من المشرکین، و من از مشرکین نیستم. لذا شما را دعوت میدهم، پاکی الله را هم بیان میکنم و اعلام میکنم من شرک نمیکنم با خدای عزوجل. بله، و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى. نه تنها رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این مهم فرستاده شد و دستور داده شد که دعوت بده، همه انبیا قبل از شما الله می فرماید ما برای همین مهم فرستادیم. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا، نفرستادیم قبل از شما مگر مردانی. شما میتونید بنویسید لا امرأة ولا نورا ولا جنا. ما قبلا به عنوان پیغمبر زن نفرستادیم، نور یعنی فرشته هم نفرستادیم، اونا میگفتن باید فرشته باشد. جن هم نفرستادیم. معلوم میشه که جنات هم به عنوان پیغمبر نبودند، جنات هم پیروان پیغمبران انسان بودند. داستان لیلة الجن که 6 بار رسول الله صلی الله علیه وسلم جلسات داشت و برای اونها مواعظ بیان کرد در احادیث آمده. الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، ما وحی کردیم به سوی اونها هم از اهل قرى بودن، یعنی لا من اهل السما. پیامبران آمدن برای امتها از اهل همین شهرها، روستاها. وقتی که آمدن پیامبران، اونهایی که دعوت پیامبران را نپذیرفتند به عذاب گرفتار شدند. اگر باور ندارید برید سیر کنید، الله می فرماید ببینید با چشمان خودتون آثار عذاب را. افلم یسیروا فی الارض، تخویف دنیوی، آیا اینها سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ببینند، تماشا کنند چگونه بود عاقبت و انجام کسانی که قبل از اینها بودند، اونها به چه بلایی گرفتار شدند. اما کسانی که ایمان آوردند دار آخرت را کسب کردند. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، البته دار آخرت بهتر است برای متقیان، برای آنانی که از شرک می پرهیزند. افلا تعقلون، آیا شما درک ندارید، فهم ندارید، متوجه نیستید که آخرت را ترجیح بدید بر دنیا؟ حتی اذا استیأس الرسل، این متعلق با همون و ما ارسلنا من قبلک است. این پیامبران آمدند، چقدر خود این پیامبران در مشکلات بودند، در گرفتاری ها بودند، از سوی اقوام تکذیب شدند، نصرت دیر آمد، چنان دیر آمد که حتی اذا استیأس الرسل. این نکته را همیشه عرض کردم که ما انتظار داریم نصرت یک شبه بیاید، اجابت دعا یک شبه بیاید. نه خیر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردید که شما بیهوده پیدا شدید؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، فکر میکنی همینطور راحت وارد بهشت میشید و اون نمونه هایی که برای اقوام گذشته آمده، اون سختی ها هنوز پیش شما نیامده؟ نمیاد، سختی هست. ببینید انبیا چه سختی هایی کشیدند. حتی اذا استیأس الرسل، حتی وقتی که رسول ناامید شدند. و ظنوا، و گمان کردند. کی گمان کرد؟ ملت گمان کرد. اینجا چند تفسیر است، من فقط یک تفسیر راجح را عرض می کنم، سرگردان نشید. ملت گمان کردند که انهم قد کذبوا، به آنان دروغ گفته شد. یعنی ملت، اونهایی که به پیغمبران ایمان داشتند، اونا فکر کردن حتما از طرف پیغمبران به ما دروغ گفته شد، عذاب نمیاد. یا اینکه بقیه مخالفان فکر کردن که
پیامبران که گفتن عذاب میاد عذاب نیامد، پس دروغ گفتند. تفسیر مدارک نوشته انهم کذبوا و ظن المرسل الیهم. مرسل الیهم یعنی ملت گمان کردن انه کذبوا من جهت الرسل، به اونان دروغ گفته شده از طرف پیغمبران. ای کذبتهم الرسل، یعنی اونا فکر کردن که پیامبران دروغ گفتن فی انهم ینصرون علیهم، که خدا اونها را یاری میکند. یاری نیامد. الله میفرماید اینقدر نصرت دیر آمد که ناامید شدن و فکر کردن که بهشون دروغ گفته شده. جاءهم نصرنا، در این وقت نصرت آمد، یعنی در آخرین لحظات. فنجی من نشاء، نجات میدهیم در آن صورت کسانی را که ما بخواهیم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اما عذاب ما برگردانده نمیشه از قوم مجرم، یعنی مشرک. جلاله نوشته مشرکان به عذاب گرفتار میشن. لقد کان فی قصصهم، در پایان سوره الله عزوجل اشاره هم به این داستان دارد، هم به داستان انبیاء گذشته که اینجا به صورت اجمال آمد، خلاصه آمد که نصرت خدا آمد برایشون، دیر آمد. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، همانا در داستانهای اونها عبرت است، درس هست برای عقلمندان. ببینید داستان یوسف را ما خواندیم، این باید برای ما درس باشد. درس هایی که ما از داستان یوسف علیه السلام میگیریم فراوان هستند. اولا بزرگترین درس توحید است. قبلا عرض کردم از تکرار فایده میکنیم، ضرر نمیکنیم. این درس را ما از این داستان گرفتیم که عزت و ذلت به دست الله است، به دست مخلوقات نیست، به دست انسان ها نیست. 10 برادر قوی نیرومند تصمیم میگیرند یک طفل را بفروشند، یک طفل را از بین ببرند، یک طفل را ذلیل بکنند، به عنوان یک برده که پیغمبرزاده هست بفروشند. اما الله عزوجل در این نقشه ذلت او را عزیز مصر میکند، برعکس عزیز میشه و همین برادران ذلیل به پایش میافتند. پس اولین درس این درس توحید هست که عزت و ذلت به دست انسان ها نیست، به دست حکومت ها نیست، به دست افراد و اقوام نیست، به دست رب هست. هرچی که الله بخواد همو میشه، هرچی که بندگان بخواد نمیشه. و دیگه اینکه پیامبران حتی غیب نمیدانستند. یعقوب علیه السلام غیب نمیدانست، یوسف علیه السلام غیب نمیدونست که چی میشه. لذا این درس دوم هست. سوم، توحید اینقدر مهم است، اینقدر شیرین هست و اینقدر محبوب هست، محبوب پیامبران خدا، که یوسف در زندان هم تبلیغ میکند، تبلیغ توحید میکند. به همبندهاش میگه که شما صبر کنید، شما هنوز برای شما نهار ظهر نمیاد که من تعبیر خوابتون را ذکر میکنم، اما قبل از اون مطلب مهمتری. اون مطلب مهمتر چیه؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. ای همراهان زندان، آیا خدایان متعدد، اربابهای متعدد که ما از اونها حرف شنوی داشته باشیم و سمع و طاعت داشته باشیم، همیشه برای اونها کرنش بکنیم و در مقابل اونها دست به سینه باشیم بهتر است، یا اینکه در مقابل الله، اون ذاتی که واحد است و اون ذاتی که بر هر چیز مسلط و غالب است؟ بهترین چیز برای یک انسان توحید است که انسان فقط و فقط عبادت الله عزوجل را بکنه. اول درس های این داستان و داستان های همه انبیا درس های توحیدی هستند و بعد از اون بقیه درس ها، درس عفت، پاکی. سبحان الله،
که الله عزوجل چطور پیغمبر خودش را، نبی خودش را الله تعالی پاک قرار داد و یوسف علیه السلام راه پاکی را گرفت. یوسف بهترین الگو هست برای همه جوانان. یوسف در عنفوان شباب بود، مجرد بود، جوان بود، زیبا بود، طرف مقابل هم زیبا بود، طرف مقابل هم زنی بود به ظاهر ارزشمند، از خاندان شاهی، تمام موانع را هم برداشته بود که هیچ مشکلی و خللی پیش نمیاد. اما سبحان الله وقتی که تقوا، خدا ترسی در دل باشد، اون وقت میبینیم که به هر حال تقوا کار خودش را میکند و یوسف علیه السلام عزتمند از قضیه بیرون میاد. به هر حال بعداً تمام تذکراتی که در وسط داستان عرض کردم، اخلاق کریمانه که احسان را هم در نظر گرفت. وقتی که زنها را میخواست ملامت بکند از زلیخا یاد نکرد، چون که اونجا نمک پرورده بود، از زنان مصر یاد کرد. وقتی که میخواست که احسان رب را ذکر بکند، ذکر چاه را نیاورد که برادران خجل نشند و ذکر زندان را آورد. وقتی که برادران معذرت خواهی کردند فوراً معاف کرد، فوراً گذشت کرد. وقتی که عرض کنم دعا کرد گفت که من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حوادث گذشته را ذکر کرد، شیطان را مقصر کرد. اینها تمام در واقع مواعظ هستند. اگر ما فکر بکنیم، الله ما را دعوت به تدبر میده، اگر ما فکر بکنیم، تدبر بکنیم در قرآن، اون وقت میبینیم که چقدر در واقع داستان یوسف علیه السلام برای ما موعظه دارد، برای ما پند و اندرز دارد. لذا الله میفرماید عبرة لأولی الالباب، اینا عبرت هستن برای عقلمندان. ما کان حدیثا یفترا. در آخرین آیه الله درباره قرآن میگه ما کان حدیثا یفترا، این قرآن سخنی نیست که افترا باشه و درست کرده باشه، درست شده باشد، ولکن تصدیق الذی بین یدیه، اما این کتابی هست که تصدیق کننده کتابهای پیشین است، یعنی تورات و انجیل، و تفصیل کل شیء، و در این کتاب تفصیل هر چیز هست، یعنی هر چیز که ما نیاز داریم، کل شیء مما یحتاج العباد الیه من الحلال والحرام، هر چی که بندگان نیاز دارند، و هدی و رحمه، و این کتاب هدایت است و رحمت است لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان بیاورند، قومی که به قرآن یقین داشته باشه، ایمان داشته باشه، بهره بگیرد، برای او هم هدایت است، میتوند راه خودش را از قرآن یاد بگیرد، و برای او هم رحمت است. یعنی وقتی که به قرآن عمل بکند و به راه قرآن پایبند باشد، رحمت رب العالمین بر او نازل میشه، سرازیر میشه. الله عزوجل قرآن را برای ما رحمت و هدایت بگرداند، موجب خیر دنیا و آخرت ما الله تعالی قرار بده. صدق الله العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل